بار دیگر درود هموطنان عزیز. اینک گزارشی مستقیم از فرانکفورت که چند دقیقه پیش برادرمان شراف‌الدین گدایف کاملا آزاد شد پیشکشتان می‌نماییم. یاران عزیز، هموطنان، پیش از همه خداوند را شکر می‌گویم و یکایک شما را تبریک می‌گویم برای این ساعتی که فرا رسید و از نام خود، از نام خاندان شراف‌الدین و شخصا از نام شراف‌الدین، از نام پیمان ملی و همه کسانی که این ساعت را انتظار بودید، یکایک کشورها، شهروندان، سازمان‌هایی که در آزاد کردن شراف‌الدین سهم گذاشتند به آنها تشکر می‌گویم، بی‌مداری خود را بیان می‌کنیم و فکر می‌کنم که حالا شراف‌الدین پیش از همه نیاز به یک استراحت دارند، باید که وضعیت را از نو خود را در یک حالت نو در بیابند و ما و شما هم که شبانه روزی در زحمت و در تلاش ها بودیم نیاز به یک استراحت داریم. من باور دارم که در روزهای نزدیک ما و شما شاهد جزئیات ها و تفصیلات دیگر خواهیم بود. فعلا بار دیگر به همتون تشکر و انشاءالله که در روزهای نزدیک، حتی شاید که در ساعتهای نزدیک، ما با تفصیلات بیشتر در این باره با شما صحبت کنیم. خداوند در نگهبان یکایک ما شما باشد. درود و سلام هموطنان عزیز، دوستان ارجمند و همه اونهایی که در قضیه من بی‌طرف نبودند عرض سپاس میکنیم. در حقیقتا مهنت شبانه روزی شما بود و زحمت‌های شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم و به همه تشکیلات‌هایی که وقتی خود در یک ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم و چگونه که رهبرم قید کرده بودند شاید در ساعت‌های نزدیک با تفصیلات بیشتر رسما از نام پیمان ملی تاجیکستان اظهارات تشکر. خدا نگهبانتون باشه. و همه تبریک. مبارک. خدا نگهبانتون. تشکر زیاد میکنیم از شما هم. اینک هموطنان عزیز، این بود یک گزارش از فرودگاه فرانکفورت. از همه شما هموطنان عزیز بار دیگر تشکر میکنیم، چون قضیه شراف‌الدین به ما نشان داد که واقعا اگر ما متحد باشیم میتوانیم در یک جایگی کاری آن زورگویان را، آن ظالمان را با یک جایگی برطرف کرد. آنهایی که در همین شب و روز در پخش مستقیمی ما و دیگر دوستان عزیز که برای آزادی شراف‌الدین گدایف زحمت کشیدند عرض سپاس میکنیم. آنهایی که کامنت کردند، آنهایی که لایک گذاشتند، آنهایی که واقعا زحمت کشیدند برای آزادی برادر ما و شما شراف‌الدین گدایف تشکری زیاد میکنیم و ما گروه ایجادی پیمان روزهای نزدیک سعی میکنیم که درباره قضیه شراف‌الدین با هیئت بلند پیمان ملی تاجیکستان در پخش آنلاینی با شما باشیم. خدا یار و مددگارتان.